خب عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما دوستان محترم. بگیری از ویدیوهای کانال یوتیوب من خوش اومدید. بابت تاخیر در آپلود دیروز ویدیو که قولش داده بودم و آپلود نشد، شرمنده. من یک خورده سرمایه بودم و کلا بدنم به گاه رفته بود. تازه اوکی شدم اومدم این آموزش خوب رو واسهتون ضبط کنم. تو این آموزش اومدیم که استفاده از اسپوفر رو هم دیگه داشته باشیم. اسپوفری که خیلی ها دارن میفروشن و به صورت رایگان هم هست، یعنی اسپوفر خود طرف اومده رایگان گذاشته ولی خیلی از این شاپدار هم باز میفروشن. اومدم من دوباره پابلیکش کنم این اسپوفر جدیدی که تازه به دستم رسید. یکی از بچه‌ها فرستاده بود، میگفت یه نفر گفته اینو بزن خوب میشی ولی خوب نشدم. اینو پابلیک کن لطفا. من گفتم چشم، ممکن همه چی رو داریم پابلیک می‌کنیم، اینو پابلیک می‌کنیم. قبل از اینکه بریم سراغ آموزش حتما از این گزینه داخل تلگراممون و اینستامون جوین باشید. تلگراممون تمام برنامه‌ها رو میذارم. برنامه‌ای که الان تو این ویدیو داریم استفاده می‌کنیم اسپوفر نام رو داخل تلگرام میذارم. داخل تلگرام بیاید. داخل تلگرام رضایت مشتری همه چیزا هست، میتونید از اونجا چک کنید. و اینکه این اسپوفری که می‌ذارم رایگانه. اسپوفرایی که ما داخل سایت می‌فروشیم تفاوتش با این اسپوفرها اینه که اسپوفر داخل وبسایت لایسنس داره، یعنی با لایسنس عرضه میشه خدمت شما و ضمانتیه دیگه، یعنی شما ضمانت 100% دید که از بند در میاد. حتی رضایت خریدم من داخل تلگرام گذاشتم که اکثر بچه‌ها اسپوفر گرفتن و حالا اومدن آنبند شدن و حالا واسه من کامنت گذاشتن. حالا نمیدونم تو این کامنت رو گذاشتم اسکرین شاتش. اینجا معمولا اسکرین شات های براوزرز اینا رو میذارم، ولی خب اینم مثل اینجا نداشتم گیفت گذاشتم با براوزرز. خب من اگه سوال دارید میتونید داخل کامنت ازم بپرسید بدون معطلی میریم سراغ آموزش. خب بچه‌ها میریم سراغ آموزش. حتما از این گزینه ما رو سابسکرایب کنید. از این گزینه داخل تلگراممون یا دیسکریپشنمون آدرس تلگرام گذاشتم، از اونجا وردارید بتونید وصل شید و اسپوفر دانلود کنید. خب بدون معطلی میریم سراغ آموزش. من داخل سیستمم هیچ وقت اسپوفر رو این آتش حالا نمیزنم، حتی چیت هم داخل سیستمم نمیزنم. هر چی که میخوام بزنم وی پی اس دارم. شما اگه حالا سیستمتون بند شده یه فایل واسهتون میذارم، حالا اسمش رو نمیگم، شبیه اسپوفر ورژن 1.8. تا حالا اینو خیلی دارن میفروشن، حالا آوردم بهتون بگم که چیکار کنید که خودتون استفاده کنید. برنامه رو باز کنید، اول از همه استخراجش کنید، خیلی مثل بچه آدم روش کلیک راست کنید استخراج کنید. فقط من این نکته رو بهتون بگم بچه اسپوفر خیلی به درد سر داره، یعنی شما هنوز معلوم نیست کدوم قسمتتون بند شده، معلوم نیست رمتون بند شده، هاردتون بند شده، سی پی یوتون بند شده، مادربردتون بند شده. خیلی وقتا با یه جابجایی موس حتی میتونید آن بند شید. خب میگم چیز خاصی نداره که بگید نه مثلا فقط و فقط من اومدم هاردم بند کردم، فقط و فقط رمم بند شده و رمم بخرم اصلا نه. خیلی از این اسپوفرهایی که میزنید هم شاید اصلا جواب نده. خب برای این سعی کنید یه اسپوفر لایسنس دار بگیرید، یا اگه اسپوفر نمیگیرید از همین رایگانا که میزنید اسپوفری بزنید که خیلی چیزا رو چنج بده، مثلا هارد رو بتونه چنج بده. مک آدرس خیلی مهمه، آی پی هم خیلی مهمه. اگه اونایی دوستایی که رشته کامپیوتر رو تو دانشگاه خونده باشن قشنگ میتونن مک آدرس رو تغییر بدن. بعد استخراج کردید یه دابل کلیک کنید 4 تا برنامه باز میشه. این برنامه رو می‌بینید ما با این برنامه کار داریم. با این برنامه زیاد کار نداریم. این برنامه سمت راستی کلیک راست می‌کنید، دقت کنید که آنتی ویروستون همه خاموش بشه. خب همه خاموش بشه. یعنی اینکه فایروال و ویندوز دفندر رو همه خاموش بشه که باز به خطا نندازه. خب روی یس کلیک میکنیم، ما منتظر این برنامه باز شه. خود برنامه باز میشه، با مثلا نیاز به چیزی نیست. خب استارت اسپوفر، ریموو اسپوفر، چک اسپوفر گیمز، 4 هم خروج میشه. خب ما 100% میخوایم استارت بکنیم دیگه، روی گزینه 1 کلیک میکنیم. دوستانی که میخوان ریموو کنن رو گزینه 2 کلیک میکنن، روی گزینه 1 کلیک میکنیم. خب میاد چک میکنه لایسنس رو. خب ما که لایسنس نداریم. لایسنس میشه چی؟ لایسنس رو داخل دیسکریپشن میذارم، تو ویدیو هم توضیح میدم بهتون. لایسنس میشه 12500. این لایسنسی که خودمون لایسنس رو چک میکنه و میگه که لایسنس رو بهمون اوکی داد. خب حالا ما اینو یس میزنیم. خب اسپوفر استارت خورده و $10 ریموو میکنه. خب همونجور که میبینید
وارزون رو داره چک میکنه و ونگارد و همه اینا رو میاد ریموو میکنه اسپوفرشو و یک مکادس جدید بهتون میده. خب یه چیز کاملا جدید بهم میده. حالا من اصلا ندارم داخل سیستمم، داخل وی پی اس هم مثلا گیم ندارم، وی پی اس هم رمش یکه، من رمش چنده. این میاد یکی واسهتون چک میکنه و حالا میاد واسهتون اوکی میکنه و خودش واسهتون چک میزنه. اگه داخل سیستم هستیتون هستید الان این هنگ کرد دیگه متاسفانه، ولی اگه داخل سیستم هستیتون هستید راحت میتونید دیگه برگردید به گیم و پلی برید. خیلی از شاپ دارن این اسپوفر میفروشن، اسپوفر به صورت رایگان ارائه شده توسط خود سازندش. منم اومدم پابلیکش کنم. پس رمزش رو چی؟ لایسنسش رو 12500. دقت کنید که بعد از اینکه اسپوفر زدید حتما خاموش کنید. دوباره برگردید به اسپوفر و اسپوفر رو خاموش کنید. اسپوفر سعی نکنید همیشه روشن باشه، فشار میاره رو سیستمتون. و اینکه اسپوفر کار خاصی نمیکنه، فقط میاد اون روشایی که اون یارو بند کرده رو جلوشو میگیره و نمیذاره دیگه شما بند بشه اکانتتون. معمولا اکانتایی هم بند میشه که وقتی مثلا شما این یه نکته هم بهتون میگم، از کجا بفهمید اکانتتون بند، سیستمتون بند شده. شما هر وقت هر اکانتی بسازید داخل بتل نت و اکتیویژن بند بشه یا شادو بند بشه یا پینگش بره باز 350، یعنی که شما بند شدید و با این روش میتونید راحت آن بند شید. اگه اسپوفر لایسنس دار بود که دیگه خیالتون راحت باشه، حتی بدون برنامه من میتونم واسه آن بند کنم، با 4-5 تغییر سیستم میتونم واسه آن بند کنم، این مورد نداره. اگه سوال دارید داخل کامنت ها ازم بپرسید. اگر هم میخواید لایسنس دار خریداری کنید از این گزینه مای وبسایت من که بیاید، وبسایت رسمی خودمون لایسنس ها رو داره. حالا بچه‌ها هم داخل وبسایت هستن که جوابتون بدن از این گوشه. یه تماس با ما فکر کنم داره این گوشه دیگه. باز من چند وقتی نیومدم تو سایت، زیاد سر نمیره. آره این گزینه رو کنید، پیام بدید، بچه‌ها در خدمتتون هستن. سوال دارید راجع به اسپوفر یا هر چیزی بپرسید. آیتما رو هم میتونید آیتمای خریدم نگاه کنید. و اینکه بیش از این وقتی ویدیو رو نمیگیرم، حتما از این گزینه ما رو سابسکرایب کنید، از این گزینه داخل تلگرام و اینستاگرام سر بزنید. تا ویدیو بعدی روز خوش.